وای خدا کامبیز کجاست؟ آقا جون کامبیز کجاست؟ چرا دیر کرده؟ چرخت گیر کرده؟ خب بکسلش کن بابا. چرخه چی گیر کرده آقا جون؟ میگم کامبیز چرا دیر کرده؟ آها خب درست بگو، کامبیز کی رو زیر کرده؟ ای وای آقا جون، اصلا ببخشید سوال کردم، من اشتباه کردم. در رو باز کردی؟ آخه زنگ نزدم برای چی در رو باز میکنی پسر؟ اگه دوز بیاد تو نمیگی با این وضع زندگیت آبرومون میره. سلام آقا جون، 4 تا نون بربری گرفتم گذاشتم تو آشپزخونه. سلام نوه گلم، گل بلبلم. خشخشی گرفتی یا ساده؟ خشخاشی گرفتم. خوبه، اگه خسرو 2 سیخ کبابم جور کنه یه ضیافتی میگیریم بابا. حرفای کامبیز رو خیلی خوب میفهمی آقا جون. قربون نوه گلم که امواج صوتیش مثل موزیک فیلم گادفادر تو جون آدم رسوخ میکنه. مگه امواج صوتی من ککه؟ تو صوت نداری که امواج داشته باشی. تو رو باید با زیرنویس ببینم تا بفهمم چی میگی بابا. باشه، دست شما درد نکنه. کی میخواد منو بغل کنه؟ مگه نگفتن رو بوسی نکنی؟ ای داده بیداد، نفسم برید. اندازه یه دوی ماراتون خیس آب شدی ولی با آقا جون به تفاهم نرسیدیم. کامبیز زودتر خبرترین رو بخون که دیگه کلافه شدم. الان میخونم خاندایی. خزعبلترین هجویات هفته از زبان دلقک نظام. محسن رضایی گفت هنری کیسینجر و چامسکی بعد از انتشار تحلیل من درباره کرونا تحلیلاشون رو نوشتن. تحلیل کیسینجر ناامید کننده بود، چامسکی هم راه حل نداشت. یعنی خرگ اعتماد به نفس محسن رضایی رو داشت، الان سلطان جنگلبی شده. خسرو بابا این یارو رو دیگه سرپایی نمیشه درمون کرد، باید بستریشه. کامبیزایی حالا تو تحلیلش که راه حلی داده؟ هیچی، یه چیزی تو مایه های کرونا باید منتظر انتقام سخت باشه. ای بابا تا اینا میگن انتقام سخت، تمام شرکت های هواپیمایی پروازاشون رو کنسل میکنن. آقا جون فکر کنم طرف موقع جنگ کرده ای ارور میده. کی رو لو میده؟ ای وای هیچی آقا جون، شما نشنیده بگیر. خاندایی یه خبر جالب دیگه. بگو ببینم. نماینده اصفهان گفته من تمام پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کردم، ماسک و ژلم داشتم ولی باز کرونا گرفتم. بهش بگو خب هویج داشتن ملاک نیست، باید ازشون استفاده میکردی. بس دیگه دایی، از خنده دل درد گرفتم، بریم که وقت تمومه. کی تو همومه؟ هیچکی آقا جون، میگه وقت تمومه. آها آخ جون، بریم سراغ نون خشخشی های کامبیز. فقط حیف که کباب نیست. خودتو حداقل یه قاشق سماق بیار بمکین بابا.